در دوران شوروی پایتخت قرقیزستان فرونزه نام داشت و ناحیه‌هایش لنین، سوردلوف، اکتبر و پرومای نامگذاری شده بودند. قرقیزستان صاحب استقلال نام پایتخت را به بیشکک عوض کرد، اما ناحیه‌ها تا هنوز نام‌های کمونیستی را دیگر نکردند. چند پیش رئیس پارلمانت قرقیزستان نورلان شکیف پیشنهاد کرد که نام ناحیه‌های بیشکک عوض شود. این تشبوس از طرف وکیلان دومای دولتی روسیه تنقید شد. این اولین اقدام دست کشیدن از زبان روسی در قرقیزستان است. این اقدام حقوق روس زبانها را پایمال میکند. ما میدانیم که در اوکراین هم از همین گونه عملها شروع کرده بودند. میگفتند که حمایت از زبان دولتی است، ولی در اصل میفهمیدند که از زبان روسی دست میکشند. به عقیده ژوروا در این باره باید به پرزیدنت پوتین خبر داد تا پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف را از ناراحتی جانب روسیه آگاه کند. وکیل دیگری دومای دولتی الکساندر یوشچنکو تغییر نامها در قرقیزستان را عملی روسبدبینانه و دسیسه کشورهای غربی عنوان داد. امریکا و کشورهای غربی این سیاست را در قلمرو جماهیر سابق شوروی تطبیق می کنند. به عقیده من نوبت آزمایش اقدامهای ضد روسی به قرقیزستان رسید. وکیلان مردمی قرقیزستان به واکنش‌های تند سیاستمداران روس فوراً پاسخ دادند. من به وکیلان مردمی دومای دولتی روسیه مشورت می دهم که به کارهای داخلی قرقیزستان دخالت نکنند. ما گذشته شوروی را انکار نمی کنیم و هیچگاه از یاد نخواهیم برد، اما این معنای آن را ندارد که ما برای پیشبرد امور از وکیلان مردمی روسیه اجازت پرسیم. قرقیزستان دولتی صاحب استقلال است. ما می دانیم که چی کار کنیم. شارحان قرقیز نیز اظهارات وکیلان مردمی روسیه را محکوم می کنند. به عقیده من این شهادت واضح افکار آشکار سلطه‌جویانه یا خود امپریالیستی می باشد. آنها در کشور خود نشسته قرض و یا وظیفه مقدس خود می شمارند که به کشورهای دیگر این و یا آن کار را اجازت دهند و یا منع کنند. در قرقیزستان زبان روسی مقام رسمی دارد، اما موقع گیری وکیلان روسیه سؤال را به میان می آورد که چرا در روسیه شهر لنینگراد می تواند سنت پتربورگ شود، سوردلوفسک می تواند یکاترینبورگ شود، ولی بیشکک حق ندارد از لنین و سوردلوف و میراث بولشویکی خلاص شود. یا به سیماهای شناخته قرقیزستان دوران شوروی به مانند ادیب چنگیز ایتماتوف و سیاستمدار توردیاخون اوسوبالیف نامگذاری شدن ناحیه‌های بیشکک به تنگ شدن نفوذ زبان روسی در این جمهوری آسیای مرکزی چی ارتباطی دارد؟